ارواح خبیث و پلید برای نابودی اونا میان رو زمین، برعکس ما ایرانیا که معتقدیم شب عید ارواح پاک و خوب آب و اجدادمون میان برای خیر و برکت به ما. اینا برعکس مدعیان که ارواح خبیث میاد و این اسکلت ها و این چیزا را میذارن به عنوان اینکه این خانواده مدتی نیست و نابود شدن. نیستن، دست